الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين أما بعد دوستان گرامی امروز ما در مورد فضیلت ادای عمره صحبت داریم. ادای عمره یا اینکه زیارت کعبه مشرفه به نیت ادا کردن مناسک عمره این یکی از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم 4 بار عمره کردند و 1 بار حج فرضی ادا کردند و 4 بار عمره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد ادا کردن عمره چند احادیثی دارد که آنها را برای شما ذکر میکنیم. یکی از آنها این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما. وقتی که انسان 2 عمره میکند هر گناهی که در بین این 2 عمره انجام بدهد الله سبحانه و تعالی با فضیلت این عمره ها گناه های آن را میبخشد. یعنی که ادا کردن عمره این سبب کفارت گناه های انسان می باشد و البته که این گناه های صغیره می باشند، چون که گناه های کبیره حاجت به توبه نصوح دارد، توبه که دوباره همون گناه را انسان تکرار نکند. و در دوام همین حدیث می فرماید که والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حجی که از انسان قبول گردد الله سبحانه و تعالی از یک بنده قبول گرداند جزای او تنها جنت است. الله سبحانه و تعالی در مقابل حجی که در آن انسان هیچ گناه انجام ندهد، حجی که از انسان قبول گردد در مقابل آن الله سبحانه و تعالی برای این بنده جنت را عطا می فرماید. و دیگر حدیثی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید الغازی فی سبیل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فاجابوه وسألوه فاعطاهم. غازی در راه الله سبحانه و تعالی و حج کننده یا اینکه عمره کننده اینها یک گروه خاصی الله سبحانه و تعالی هستند که آنها را دعوت کرده است و آنها قبول کردند. دعوت الله سبحانه و تعالی را قبول کردند و آنها از الله سبحانه و تعالی هر چیزی که طلب کردند برای آنها داده است. یعنی که عمره کردن این یک جای است که الله سبحانه و تعالی این بنده را دعوت کرده است و این بنده دعوت الله سبحانه و تعالی را قبول کرده است و هر دعایی که میکند الله متعال از آن قبول میگرداند. و دیگر حدیثی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که تابعوا بین الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. یعنی که بین حج و عمره متابعت کنید. حج کردین بعد از آن عمره کنید یا اینکه عمره کردید بعد از آن حج بکنید، زیرا که حج و عمره کمبغلی، ناداری و فقر و گناه ها را به مانند آنی که یک آهنگر پف می کند و آهن را پاک می سازد یا اینکه طلا و نقره را وقتی که گرم می کنند و از تمام ناپاکی ها پاک و ستره می گردد، همین گونه انسان وقتی که عمره می کند الله سبحانه و تعالی او را از کمبغلی و از گناه ها همین گونه پاک می سازد. یعنی که ادای عمره انسان را از کمبغلی نجات می دهد.
این یک حکمت الله سبحانه و تعالی است که انسان می رود عمره می کند و در برابر آنی که گناه های آن را الله سبحانه و تعالی می بخشد، در برابر آن هم انسان را از فقر و کم دستی و کم بضاعتی الله سبحانه و تعالی نجات می دهد. دیگر فضیلت عمره کردن این است که اگر انسان معتمر عمره را در ماه شریف رمضان انجام بدهد، حدیثی است که از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود عمره کردن در ماه شریف رمضان به مانند حج فرضی ادا کردن است، یا اینکه حج کردن با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این حدیث را ابن عباس مرفوع روایت میکند، ولی معنی آن را ندارد که انسان اگر در ماه شریف رمضان عمره کند حج فرضی از او ساقط میگردد، لکن در اجر و ثواب و منزلت به همان برابر از طبق همین حدیث. و شما میدانید که اگر انسان حج او قبول گردد جزای او تنها جنت است، و انسانی که حج او قبول گردد به مانندی که از مادر بیگناه تولد می گردد همان گونه می باشد. و اگر عمره انسان هم در ماه شریف رمضان قبول گردد به مانند آنی که از مادر بیگناه تولد می گردد همان گونه می گردد.